جاذبه‌های توریستی داغ این روزهای سان فرانسیسکو، یک پل قرمز بزرگ و یک زندان متروکه. اما قبل از اینکه تبدیل یک تور $60 برای کل خانواده بشه، الکاتراز یک زندان فدرال با حداکثر امنیت بود که خانه تعداد زیادی خلافکار خیلی خطرناک بود. امروز می‌خوایم بررسی کنیم که زندگی یک زندانی در الکاتراز چطوری بود. زندان الکاتراز فضای بسیار کوچیکی برای هر سلول داشت و حداکثر فقط یک زندانی در هر سلول قرار داده میشد. ظرفیت کلی زندان حدود 330 نفر بود که باعث میشد هر زندانی سلول جداگانه‌ای داشته باشه. و این یعنی امنیت و حریم شخصی تضمین شده. به همین خاطر بعضی از زندانی‌های فدرال الکاتراز رو مثل میکونوس زندان‌ها می‌دیدن. یه مقصد لاکچری و پرطرفدار برای دوران اجباری اقامتشون. سلول‌ها به بلاک‌هایی تقسیم شده بودن. بلاک‌های B و C شامل 330 سلول بودن. بلاک A اما واقعاً به تعمیرات اساسی نیاز داشت. یه ردیف سلول خراب و رها شده که اما ازش برای اسکان طولانی مدت زندانی‌ها استفاده نمی‌شد. بلاک D مخصوص انفرادی بود. هرچند سلول‌های انفرادی بزرگتر از سلول‌های معمولی بودن، اما زندانی‌ها باید 24 ساعت شبانه روز اونجا می‌موندن. با فقط یک استثناء در هفته. رفتن به حیاط زندان برای چند ساعت ورزش. حبس انفرادی ممکن بود از چند روز تا چند هفته طول بکشه. و همونطور که یکی از زندانیان سابق، جیم کوینلن میگه، یه روز توی حفره مثل یه ابدیت میگذره. حقوق تضمین شده زندانی‌ها در الکاتراز فقط 4 چیز بود: غذا، لباس، سرپناه و خدمات درمانی. بقیه امکانات مثل دسترسی به کتابخونه باید کسب میشد. وقتی یه زندانی وارد الکاتراز میشد، با یونیفرم زندانی‌های استاندارد که روش مهر خورده بود، به بخش لباس منتقل میشد. در اونجا بازرسی بدنی کامل میشد و یه معاینه پزشکی سطحی ازش انجام میدادن. ساکنان الکاتراز در روز 3 وعده غذا دریافت میکردن. زیر سقفی زندگی میکردن که قانوناً حق خروج ازش رو نداشتن و در صورت نیاز دسترسی به مراقبت‌های بیمارستانی داشتن. بیمارستان الکاتراز همچنین خدمات دندانپزشکی و روانپزشکی هم ارائه میداد. تا دهه 1950 یک پزشک مقیم در زندان حضور داشت. اما به دلیل کاهش بودجه این موقعیت شغلی حذف شد و در سالهای پایانی فعالیت زندان به جای اون از پزشکان قراردادی استفاده میشد. بخش بیمارستانی همچنین تبدیل شد به محل دائمی زندگی برای زندانیانی که بسیار بیمار بودند، به طوری که بعضی‌ها بخش بزرگی از دوران محکومیتشون رو در همون درمانگاه گذروندن. رابرت استراود 11 سال از 17 سال حبس خودش رو در بیمارستان سپری کرد، هم به خاطر عفونت کلیه‌ای که داشت و هم به خاطر نیازش به انزوای کامل از دیگران، چون آدمی بود که خطرناک تلقی می‌شد. کتابخانه آلکاتراز پر بود از قفسه‌های کتاب روی هم برای زندانی‌هایی که لیاقت دسترسی بهش رو پیدا کرده بودن. و البته این امتیاز میتونست در صورت رفتار بد لغو بشه. زندانی‌ها اجازه نداشتن شخصاً به کتابخونه برن. در عوض هر روز صبح کسانی که مجاز بودن از کتابخونه استفاده کنن یه فرم پر می‌کردن تا درخواست کتاب یا مجله‌ای رو که در کاتالوگ پیدا کرده بودن ثبت کنن. این اقلام چه کتاب، چه مجله یا هر چیز دیگه به سلولشون فرستاده میشد. البته هر محتوای مربوط به جرم و جنایت قبل از تحویل سانسور و حذف میشد. از اونجایی که مطالعه یکی از معدود سرگرمی‌های قابل انتظار برای زندانی‌ها بود، بعضی‌ها حسابی از این فرصت استفاده می‌کردند.
برخی از زندانی‌ها با کمک این کتاب‌ها به مطالعه حقوق می‌پرداختند، زبان‌های خارجی یاد می‌گرفتند و حتی در کلاس‌های مکاتبه‌ای دانشگاه کالیفرنیا در برکلی شرکت می‌کردند. دیگر تفریحات قابل کسب با رفتار خوب شامل ورزش و بازی‌هایی مثل شطرنج یا سافتبال، ملاقات با اعضای خانواده و وظایف کاری روزانه بود. در دهه 1950 به زندانی‌ها هدفون داده شد تا بتونن رادیو گوش کنن و در سالن آمفی‌تئاتر زندان فیلم تماشا کنن. درست مثل امتیاز استفاده از کتابخونه. هر کدوم از این مزایا هم در صورت تخلف میتونستن از زندانی گرفته بشن. سلول‌های آلکاتراز خیلی کوچیک بودن و چیز زیادی همراهشون نبود. فقط یه تخت ساده و یه توالت. وقتی جیم کوینلن به آلکاتراز رسید، گفت که شرایط اقامت جدیدش اصلاً قابل قبول نبود. اون اشاره کرد که تنها چیزی که میدید یه تخت فلزی، یه تشک پر از کاه و یه بالش پاره و کج و کله بود. اون همچنین گفت توالت صندلی نداشت. فقط یه شیر آب داشت که اون هم فقط آب سرد داشت. زندانی‌ها اجازه نداشتن وسایل شخصی با خودشون بیارن و از اونجایی که آلکاتراز هنوز فروشگاه نداشت، امکانات رفاهی تقریباً وجود نداشت. با این حال بعد از مقررات جدید زندان در دهه 1950 به زندانی‌ها اجازه داده شد که برخی اقلام خاص رو بخرن، از جمله کتاب‌های درسی، دوره‌های مکاتبه‌ای، سازهای موسیقی یا اشتراک مجله. اولین رئیس زندان آلکاتراز، جیمز ای جانستون، واقعاً آدم جدی و بی‌احساس بود و قانونی رو وضع کرد به نام قانون سکوت که تا سال 1937 ادامه داشت. این قانون عملاً همه زندانی‌ها رو ساکت نگه می‌داشت توی زمانی که اون با دقت زیر نظرشون داشت. طبق این قانون جانستون، زندانی‌ها فقط اجازه داشتن سر وعده‌های غذایی یا توی زمان تفریحی صحبت کنن. اما جانستون درباره عادت سیگار کشیدن زندانی‌ها خیلی حساس نبود و بهشون اجازه داد تا هفته‌ای تا 3 پاکت سیگار مصرف کنن. در نتیجه توی آلکاتراز سیگار کشیدن از حرف زدن رایج‌تر بود. برای دور زدن این قوانین، زندانی‌ها با استفاده از لوله‌هایی بین سلول‌ها با هم ارتباط می‌گرفتن، درست مثل تلفن‌های قوطی کنسروی. این قانون سکوت بالاخره لغو شد، چون هم اجراش سخت بود و هم واقعاً بیرحمانه بود. اما قانون سکوت برای زندانی‌هایی که توی انفرادی بودن باقی موند. همونطور که شکایت کننده همیشگی آلکاتراز، جیم کوینلن گفته بود. توی انفرادی تنها چیزی که داشتم سکوت مطلق و تاریکی کامل بود که برای 24 ساعت هر روز از اون 19 روزی که اونجا بودم ادامه داشت. شهروندان زندانی در آلکاتراز روزی 3 وعده غذا دریافت می‌کردند. صبحانه ساعت 6:45 صبح، نهار ساعت 11:40 و شام در ساعت کاملاً منطقی 4:25 بعد از ظهر. اما گفته میشه که غذاهایی که توی آلکاتراز سرو میشد از بهترین ها توی کل سیستم زندانهای فدرال بود. کارکنان آشپزخانه آلکاتراز به غذایی که به همسلولی هاشون میدادن افتخار میکردن و بعضی هاشون حتی سابقه آشپزی حرفه‌ای داشتن. همونطور که برایان کانوی از زندانی‌های سابق در سال 1938 یادآوری میکنه، غذای آلکاتراز خیلی بهتر از غذای معمول توی زندان‌ها بود. برای نهار گوشت، لوبیا، قهوه، نان و کرفس سرو میشد و برای شام چیلی، گوجه فرنگی و سیب با چای داغ. طبق یکی از منوهای سال 1946، وعده‌های غذایی شامل میوه پخته شده، غلات، شیر، نان و قهوه برای صبحانه بود. نهار که بزرگترین وعده غذایی روز بود، شامل سوپ و گوشت میشد، مثل شانه خوک کبابی یا ران گوشت گاو. شام ممکن بود شامل باقی مانده ناهارهای مفصل باشه که واقعاً مناسب بود. و حتی گاهی دسرهایی مثل کیک پای سیب یا کوگلو هم سرو میشد. کار کردن بهترین راه برای زندانی‌ها بود تا بتونن زمان رو توی این زندان فدرال بگذرونن. زندانی‌هایی که توی انفرادی نبودن میتونستن توی شغل‌های مختلفی کار کنن،
مثل رختشویخونه، آشپزخونه یا اسکله. زندانی‌ها بعد از صبحانه صف می‌کشیدن و راهی محل کارشون می‌شدن و حقوقشون بین 5 تا 12 سنت در ساعت بود. واقعاً سرسام‌آور. شغل‌های صنعتی مثل رختشویخونه یا کارگاه نجاری به زندانی‌ها این امکان رو میداد که مدت محکومیتشون رو کاهش بدن. در سال اول با هر ماه کار 2 روز از حبسشون کم میشد و این میزان برای سال دوم تا چهارم به 4 روز در ماه افزایش پیدا میکرد. و از سال پنجم به بعد 5 روز در ماه از مجازاتشون کم میشد. زندانی‌های آلکاتراز چندین بار در روز شمرده می‌شدن تا مطمئن بشن کسی کم نشده. زندانی سابق برایان کانوی گفته بود که صدای زنگ علامت شمارش زندانی‌ها بود. یک کار خیلی جدی که به گفته اون هر 30 دقیقه یه بار انجام می‌شد. اما در واقع 13 بار در روز شمارش انجام می‌شد، نه هر نیم ساعت. زندانی‌ها جلوی سلول‌هاشون صف می‌کشیدن و اولین شمارش اول صبح قبل از صبحانه بود. سپس در سالن غذاخوری و بعد از غذا دوباره قبل از رفتن به سر کار شمرده می‌شدن. اونها قبل از نهار، بعد از نهار در سلول‌هاشون، یه بار دیگه وسط روز قبل از شام و بعد از شام در سلول و چند بار هم بعد از خاموشی ساعت 9:30 شب شمرده می شدن. وقتی برایان کانوی وارد آلکاتراز شد، با چیزی به نام جعبه خبرچین آشنا شد. یه فلزیاب مخصوص برای پیدا کردن اجناس قاچاق که بیش از حد خوب کار می‌کرد. اون یادش بود که جعبه خبرچین برای هر مردی که از رختشویخونه میومد آژیر میزد. اما چند روز بعد جعبه خبرچین به طرز نگران کننده‌ای ساکت موند. در حالی که 2 نفر چاقو توی جیب‌هاشون داشتن. جعبه خبرچین یکی از 3 فلزیاب موجود در زندان بود که مهمان‌ها و زندانی‌ها هر دو باید ازش عبور می‌کردن. یک دفعه یه اتفاق خجالت‌آور برای مامان آلکاپون اتفاق افتاد. وقتی که سیم‌های فلزی داخل گنش مدام فلزیاب رو فعال می‌کرد و در نتیجه مجبور شد لباسهاش رو در بیاره. چون بیشتر چیزهایی که توی آلکاتراز وجود داشت امتیاز کسب شده بود، نه یک حق، زندانی‌های این زندان در رابطه با ارتباط با دنیای بیرون محدود بودن و تابع قضاوت مسئولان زندان. زندانی‌های انفرادی هیچ نامه‌ای نمیتونستن دریافت کنن، اما زندانی‌های خوشرفتار میتونستن نامه بفرستن و دریافت کنن. البته این نامه‌ها کنترل و سانسور میشدن. همونطور که برایان کانوی گفت، نامه‌ها فقط میتونستن به خویشاوندان نسبی نوشته بشن یا از اونا دریافت بشن. اما همون نامه‌ها هم باید توسط مسئولین زندان تایید میشد. نامه‌های دستنویس توسط کارکنان تایپ میشد و یه نسخه از اون به زندانی داده میشد. ملاقات حضوری هم طبیعتاً خیلی محدود بود. زندانی باید اول حق ملاقات رو به دست می آورد و بعد درخواست می داد. زندانی‌ها در ماه فقط یک ملاقات 90 دقیقه‌ای داشتن. اون هم فقط یکی از بستگان نسبی یا همسر. ملاقات از پشت یه پنجره شیشه‌ای کوچیک انجام می شد و صحبت‌ها از طریق تلفن صورت می گرفت. مکالمه کاملاً تحت نظارت بود و اگه حرفی از بقیه زندانی‌ها زده میشد، کل ملاقات متوقف میشد. همونطور که میدونید، فرار از آلکاتراز تقریباً غیر ممکن بود. با این حال، این موضوع باعث نشد که در طول عمر زندان 14 تلاش برای فرار انجام نشه که در مجموع 36 زندانی درگیرش بودن. با در نظر گرفتن اینکه تعداد کل زندانیان آلکاتراز در تمام دورانش فقط 1545 نفر بود، این نسبت فرار عدد نسبتاً بالاییه. اما چون خروج از جزیره بدون قایق بسیار خطرناک و تقریباً غیر ممکن بود، تلاش‌ها برای فرار باید خیلی جسورانه می بود. جو بایر سعی کرد از حصار بالا بره، اما مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از جراحاتش مرد. سال بعد تئودور کول و رالف روز فرار کردند و تلاش کردند تا سان فرانسیسکو شنا کنن، اما طوفان اونها رو در دریا گم کرد
و هیچ وقت جنازه هاشون پیدا نشد. تلاش‌های ناموفق دیگه برای آزادی در سالهای 1938، 1939، 1941 و 1943 اتفاق افتاد. سال 1945 جان جایلز یه حرکت خلاقانه زد. اون با کار در رختشویخونه کم کم تکه تکه لباس فرم ارتشی جمع کرد و بالاخره موفق شد یه لباس کامل سرهم کنه. جان جایلز با پوشیدن این لباس دستساز موفق شد تا جزیره آنجل بره. اما اونجا دستگیر شد و به زندان برگردونده شد. سال بعدش نوبت به نبرد آلکاتراز رسید که به همون اندازه که اسمش خطرناک به نظر میرسه واقعاً هم خطرناک بود. 6 زندانی نگهبانها رو خلع سلاح کردن، اسلحه هاشون رو گرفتن، اما فهمیدن که کلید حیات تفریحی رو کسی نداره. در واکنش به این بنبست شروع به شورش کردن. بین زندانی‌ها و نگهبان‌ها تبادل آتش رخ داد. این نبرد به مدت 2 روز کامل ادامه داشت. و در نهایت 3 زندانی و 2 نگهبان کشته شدند. چند زندانی دیگه تصمیم گرفتن به دریا بزنن و شنا کنن. اما هیچ کس به ساحل نرسید و جسد بعضی‌هاشون هیچ وقت پیدا نشد. در سال 1962 فرانک موریس و برادران آنگلیان جان و کلارنس از سلولهاشون ناپدید شدن و دیگه هیچ وقت دیده یا شنیده نشدن. تئوری اصلی اینه که این 3 نفر از سوراخ‌هایی که توی هواکش سلولها درست کرده بودن رد شدن و بعد از طریق لوله‌های فاضلاب پایین رفتن و سعی کردن تا شنا کنن و فرار کنن. فرض بر اینه که اونها در مسیر شنا به سمت خشکی غرق شدن. اما کسی چه میدونه؟ برایان کانوی گفت که یک نواختی و انضباط شدید در این زندان باعث شد تا در سال آخر حبسش 14 نفر از 317 زندانی به شکل خشونت آمیزی دیوانه بشن و تعداد بیشتری هم ذهنشون شروع به فروپاشی کرد. پزشکای آلکاتراز بعضی وقتا زندانی‌ها رو متهم می‌کردن که دارن تظاهر می‌کنن که بیماری روانی دارن تا از این طریق یه نوع امتیاز یا مزیت به دست بیارن.